الحمدلله خدا هم فرصت داد امروز صحبت ما درباره حضرت نوح علیه السلام انشاءالله خدا خواهد ادامه میتیم. جمعه گذشته وعده کرده بودیم، خدا فرصت داد، تری سیاحت خاطر جمع الحمدلله. خدا سبحانه و تعالی برای تاریخ نوح علاهیده در قرآن 71 سوره نوح است. الحمدلله نوح علیه السلام قصهش میتونین شما در پاره 28-29 انشاءالله خدا خواهد 71 سوره نوح است. میتونین خدا خواهد بعد از اینجا روین خانات مراجعت کنید با مکمل کامل تر از حیات این پیغمبر انشاءالله خبردار نشوین. ما قصه برای شما پر مضمون انشاءالله تاریخ این حضرت بجا میاریم. نوح گفتگی معناش بسیار میگد زاره میکرد، نوحه میکرد حضرت نوح علیه السلام. در سوره عنکبوت آیت 14 الله سبحانه و تعالی اعلام میدارد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الالف سنة إلا 50 عاما فأخذهم طوفان وهم ظالمون. خدا میگه هر آینه ما نوح به سوی قومش فرستادیم. وقتی که قوم نوح علیه السلام بسیار از راه بودند، بسیار انشاءالله خدا خواهد فسادکار شدند. حضرت نوح علیه السلام الله سبحانه و تعالی از بین ویها 1050 سال عمر داد. من سوره عنکبوت آیت 14 که 1050 سال الله سبحانه و تعالی عمرش داد. این درازترین عمر از آدم علیه السلام 1000 سال عمر دیدگی. حضرت نوح 1050 سال عمر دیدن. الحمدلله خدا خواهد انشاءالله. ببینید 950 سال دعوای پیغمبری کرده است. 950 سال. ابن عباس روایت میکند در حدیث که یعنی نوح علیه السلام در 40 سالگیش چی شدگی است؟ پیغمبر شدگی است. 40 سالگی شده. 950 سال دعوت کردند. در دوام 950 سال حیات شو 40 مرد و 40 زن ایمان آوردگی است. خلاص 80 تا قوم دارد حضرت نوح. در زیر همین حدیث میگه که در 12 سال یک آدم ایمان آورده است. چنان بدبخت قوم که 12 سال نه یک تاش ایمان آوردن طوری شده است. الحمدلله. ببینید پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم همگی 23 سال دعوای پیغمبری کردند. 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه. در دوام 23 سال الحمدلله چی امروز خدا خواهد میلیون چی دارد؟ مخلص دارند. الحمدلله رب العالمین. حضرت نوح علیه السلام انشاءالله چیکار میکردن؟ قوم را دعوت میکردن. بیچاره را میزدنش، لعت و کوبش میکردن، ایهوش میرفت، تمام بدنش خونشار میشید. حضرت جبرئیل شب می اومد با یک سیلش میگرد با تزگ میشید با سر خدمت که لا اله الا الله انا رسول الله. بگه نیست خدا مگرم در دنیا یک خدا است، دیگه خدا نیست. من خبرچی خدا هستم. من خدا فرستم به سوی شما که تا شما را من از ضلالت و از گمراهی و از بت پرستی شما را آزاد کنم. قوم چی میگفتن؟ اتتادی نه در بین ما میگشتی؟ این خدا این قبا استاده قشاق پیغمبر کرد. ببینید تنش میزدن بیچاره. در همه دور و زمان پولدارها بایها این چیزا را امروز دارن. اگر به تاریخ نظر اندازین تمامی پولدار و مالدار سرکش میشود. گفتن این قدر بای در این اهل دیار ایستاده و اومده همین قشاقی نوح خدا پیغمبر میکنه. این خواست خدا هست. من از بین ما و شما کیا پیغمبر کرد؟ محمد صلی الله علیه و سلم عرب کرد.
این خواهش خدا است. کسی ها بخواه خدا انشاءالله خدا درجهش میتید. حتی میگه یک روز چنان میگه زدنش در گردنش میگه بند انداخته تا خونش میگه کشالکه را بردنش. حضرت نوح میگه 3 روز بعد بهش اومد. ما بین 3 روز گذشت. حتی اینکه زنی بدبختش کافر بود، اینه خودش پیغمبر، زنش بدبخت کافر برمده قوم میگفت که این دیوانه هست، این دیوانه را گفت گوش این جندی است. وقتی این سخنها، این طعنه‌ها، این آزار که زیاد شد، حضرت نوح علیه السلام پیش تلفن داره. حضرت نوح علیه السلام بعد چیکار کرد؟ گوشه تلفن برداشت و به خدا تماس گرفت. تماس مؤمنا چی است؟ دعا هست. دست مؤمنا را تلفنش است. وقتی که برداشت چی گفت؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. خدا گفت هرگاه که گفت من آنها را دعوت میکردم تا که ویا به خودت ایمان بیارن و گناه ویها را مغفرت کنی، خودت گفت واستغشوا ثيابهم، رواشون میگه بکن چپاناشو میپیچیدن که تا گپی نوح نشه. من قوم بدبخت. و اصابعهم فی آذانهم، دستاشو میگه در گوشاشو میتقیدن چلقاشو که تا که سخن نوح نشنوه. و میگه اینها چیکار کردن؟ انشاءالله خدا خواهد، یعنی متکبر کبر ورزیدن انشاءالله و دعوت من قبول نکردن. ببینید حضرت نوح با چی گفت؟ سوره نوح آیت 5: قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا. ای پروردگار من، این قوما را من دعوت کردم روزانه هم شبانه هم. حضرت نوح دم نگرفت، شب و روز کار کرد، قوم دعوت کردن گرفت تا که انشاءالله بود پرستی زلالت فساد ترک کنن به سوی خدا انشاءالله خدا خود رو بیارن. حضرت نوح باشی گفت استعیذ بالله فلم یزدهم دعایی الا فرارا. این دعوتی من گفت هیچ کار نکرد بجوز گریختن. وقتی که من دعوتش میکردم میگم میگریختن تا که سخنی حق نشنون، تا که از سخنش حق انشاءالله خدا حذر کنن. ببینید برای چی؟ چون که عزیزان من انشاءالله خدا خواهد و ها همش بود پرست شدگی بدن. وقتی که آدمای داناشو گذشت از دنیا و ها فقط چیکار کردن؟ شیطان ملعون مرجوم مردود برای ها چیکار کرد؟ هیکل سازی را انتخاب کرد و صورتهای همون گذشتگانی بزرگاش شکل کرده داد. گفت شما اکن اینین یاردم طلب کنین، اینین مدد پرسین، شما یعنی چیکار کنین؟ یاردم پرسین، فرزند پرسین، مال پرسین. حتی میگه در خانه هاشو هیکل می ساختگی شدن. نه خدا قرآن را بیان میکند. استعیذ بالله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا وشواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. باباهاش و بچه هاش میگه چی میکرد؟ نصیحت میکرد که بابای ما و شما
ما شما فرزندارم نصیحت میکنن کو بچم البته بگو لا اله الا الله، بگو انشاءالله خدا خواهد محمد رسول الله. دین چیه؟ گو دین اسلام، پیغمبرت که محمد خدا که الله. بگو این قوم بدبختاش بچه هاش چی گفتن؟ شما هرگز گفتن خداهای خودمون ترک نکنید. این ناماشو چی بدست؟ یعنی وده، سواعه، خب یغوث، یعوق و نصر. بینین 5 خدای بزرگ کشف ساختگی بدن. این ملعون شیطان 5 خدای بزرگ با او قوم ساخته دادگی بود از ظالمان. بینین اینانه که در اصل زیر این آیت میگه که اینا انسانای خوب بودن، انسانای صالح عبادت کننده بودن. بعدی بر دنیا گذشتن شو این شیطانی ملعون صورت ها همینا را کشید، گفت که همینا عبادت کنید. از همین خدا خواهد انشاءالله مدد بسید. بینید تا چی اندازه، تا چی اندازه خدا خواهد انشاءالله چی شد؟ قوم سرگردون شد. میگه حضرت نوح در کوچه ایستادگی بود، یک پیرمرد میگه در موی سفیدی به ایمان میگه رهش کتی اومده گفت که هم نمیشناسی کیه؟ گفت انا من. گفت نوح. بچه هم گفت اگر مبادا دعوتت کنه اسلام قبول نکن تا هستی آزارش ده. گفت هم در پیش من گفت یک نوح بزن. میگه یک سنگ بگرفت و میگه در روی حضرت نوح زد، چهرش کفید، خون جاری شد. عموما حضرت نوح ناامید شد از قومش. این زنی ملعونی بدبختش نه دیوانه اعلان کرد در بین قوم و جمعیت. این طرف کافرای ملعون قبول نکردن اسلام. بعد حضرت نوح تلفن برداشت و چی گفت؟ رب اینی مغلوب فانتصر. خدایا گفت من مغلوب شدم. گفت اتو خودت با فریادی من برس، خودت با یاردمی من بیا. بینین قوم ملعون بسیار آزارش داد، بسیار از حد گذروندن، از حد زائد. شب و روز دعوت کرد، آشکارا دعوت کرد، خفیانه دعوت کرد. گوش نکردن. بعد الله سبحانه و تعالی گوشه که تلفنی حضرت نوح برداشت و دعا را خدا خواهد اجابت کرد. عزیزان من چی گفت؟ استعیذ بالله. قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. دعاش حق سبحانه و تعالی اجابت کرد. گفت نوح گفت ای پروردگاری من، گفت در روی زمین گفت یگان از این کافرها گفت نمان که نه در صلب پدرش نه در رحم مادرش اینا مسلمانی ندارند. ببین انک لا تذرهم یضلوا عبادک ولا یلیدوا الا فجارا کفارا. خداوند گفت اگر تو اینا را باقی در روی دنیا مونی، اینا هیچ کس نمیرید مگرم کافری فجار میروید. الله سبحانه و تعالی دعای حضرت قبول کرد. حضرت نوح علیه السلام نزد حضرت نوح اومد. جبرئیل اومد گفت فرمان خداست. اگه گفت کشتی بساز. میدین استعیذ بالله واصنع الفلک باعیننا و وحینا. گفت ما امرت میکنیم که اکن کشتی بساز در روی عالم و فرمان خدا هست روی دنیا را گفت آب زیر میکند. عزیزی من انشاءالله حضرت نوح جبرئیل امین که تمام پیغمبرها را معلمی نخستینش که از جبرئیل امین است، دریدگری را یادش داد. حضرت نوح کشتی ساخت. عزیزان من کشتی ساختن سرد کرد انشاءالله خدا خواهد. این قوما میگه میگذشتن به پیش مسخرش میکردن. کسه قرآنی هایی میگفتن این جنده شده است. گفتن نوح
این کشتی تو گفت در این خشکی کجا می رود یا بالای سنگا می رود. هر کسی میگذشت از پیش حضرت نوح گفت تو کی باز؟ گفت پیغمبر بدی اکنون امروز با درگاه شدی، استا شدی، کشتی ساز شدی. امروز این کشتی تو در کجا می رود؟ اکنون این کجا را سر میکنن؟ آب نیست، هیچی نیست. حضرت نوح میگه حالی تو من مسخره میکنی؟ وقتی که حالی دنیا را آب زیر میکنه تو هر جا میگریزی من ترا مسخره میکنم. حالی ساعت چی میآید؟ وقتی که کشتی را حضرت ساخت انشاءالله خدا خواهد بعدی ساخته شدن بعد الله سبحانه و تعالی فرمان کرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء امرنا و فارت تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. نوح میگه زنش در تنور میگه علاب کرگی بود، میگه یک باره از درون تنور آب میگه فواره زد. ببینید الله سبحانه و تعالی امر کرد، میگه آسمون میگه یک ابرهای سیاه فرا گرفت. از بی خدا بیاید خدا خواهد انشاءالله همچنان بشه. تو هم به اوی نمونتم به آگاهی. اینا برای پیغمبر نمونه عبرت گفت خدا گفت. گاه ها پیغمبرم میزدنش، گاه ها انشاءالله سنگسارش میکردن. گفتم یک نوح بیاد بیاد محمد چقدر نوح عذاب کشیدگی هست، چقدر عذاب ها. میگه یک باره باران میگه از بالا سر کرد، باران میگه تعرف زیاد میشین از نان من، همچنین زیاد که خدا کرد تمامی چشمه ها را خدا امر کرد آوش بیرون کرد. حضرتی ادریس علیه السلام امر شد که ایمان داشتگی ها هر یک سه جفت در کشتیت بگیر. میگه 3 قبط بگیشت یعنی کشتیش. میگه آیسته آیسته میگه همه رستنی ها، آدم ها، حیوان ها، ایمان آوردگی همه شخص ها را میگه آیسته آیسته میگه در قبر ها جا کرد. ببینید و در اینجا انشاءالله خدا خواهد حضرت نوح 4 فرزند داشت. 4 فرزند داشت. یکیش انشاءالله خدا خواهد سام، حام، یافس، کنعان. 3 تاش ایمان آوردگی بود پدرشون و الله مهربان ده پیغمبریش بر حق دونستگی بود و یکیش کنعانش بدبخت کافر بود. شیخ سعدی میگه کنعان میگه راه نبوتش گم شد که او با بدان همراه شد. این جوره ناباب، این رفیق پلید انسان از ایمان و از دیانت بیرون میکند. من نوح خودش پیغمبر بچهش کافر شد. گفت بچم گفت بیا درون کشتی درا. غضب خدا گفت میآید، غضب خدا همه را فرا میگیره. گفت تو نمیمونی. چی گفت؟ قال ساوی الى جبل یعصمونی من الماء. پدرشون جوابی رد گردون. گفت وقتی که من کوهای بالاش میبرم آب من هیچی نمیکنه. حضرت نوح چی گفت؟ قال یا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه. ای بچم گفت کنعان امروز این غضب خدا بالای قوم و جمعیت کسی را که خدا بخواهد همون آدم گفت نجات مییابد. تا آرزو که گفت ترم هلاک میشی. کشتی میگه در حرکت دور مد. کافرها را تماشا میکرد. حضرت نوح تبسم میکرد. یعنی میگه زنی میگه کافره بچهش در دستش میگه طرفی کوه دوید. وقتی که بالای کوه بور من میگه بالای کوه گرفت میگه سکو که وقتی که زنک آب میگه دستاش که میگه کودکش بالای آب کرد تا اینکه نجات یابد. نجات نیافت. کنعان میگه بالای کوه گرفتن گرفت.
این غضب خدا است کو غضب خدا بیاید هیچ کس امان نمیموند. کسی را که بخواهد همون آدم امان میموند. حضرت نوح میگه با پدر بود از دل صبح که خداوندا گفت این اهل من است کو این از اهل من بود. گفت این از اهل تو نیست، این کافر است. میگه غرق شد و آب کشت. کنعانه در همینجا کسی که از خدا میترسد انشاءالله کتاب قصه بیان میکند. یک کمپیر بود میگد دایم حضرت نوح ده شیر و قطیق می آوردیم. از اومده گفت میگه یا نوح خبر شنیدم که الله سبحانه و تعالی دنیا را آب ز طوفان نشده است. همون وقتی طوفان نزدیک شد من کاری که خبردار کرد شد. گفت مادر جان وقتی طوفان نزدیک شود تو خبردار میکنم. وقتی که میگه بینیم طوفان بعد زیر کله شدن بعد حضرت نوح به یاد زد. گفت که این کمپیر چه شد؟ گفت این کمپیر در کجا من؟ گفت کمپیر گفت میدانی؟ گفت نوح من از خدا میترسم، از غضب خدا میترسم. خیر گفته که چی کشید شد؟ یک زمانی وقتی که اومدن کشتی فرمدن حیات با سر شد. یک زمانی میگه حضرت نوح شیشتگی بود، میگه همون کمپیرک میگه در دست با شیر و قطیق اومد. بینین خدا قدرت دارد. شک نیار، شک بیاری از دین میبرایی. خدا هم که قدرت ها دارد. گفت مادر گفت کجا بودی؟ گفت گفت دنیا را آب زیر کرده است. گفت در کجا شدی؟ گفت من تو را گفتم خبر که من نکردی خبر، من در خانم گشتم با همه کارم همه بارم میدونم چی شد. دیدی الله خدا خواهد یک عالم وحکم تشکیلت میکنه اگر از الله سبحانه و تعالی بترسی. خدا خواهد الله خدا خواهد نجاتت میده خدا انشاءالله اگر از خدا بترسی. من خدا ترسی انشاءالله خدا خواهد. الله سبحانه و تعالی یگان بنده های ایماندار شد در یگان زمان و دور خارج نمیکنه اگر از وی بترسی. نیو بنده ترس باشی چون ما باشیم. مردم انشاءالله ترسش به پیشکشی بلا را میزند. این قصه دراز است، وقت و گنجایش نمیدهد. انشاءالله خدا خواهد این بود قصه خدا خواهد حضرت نوح علیه السلام. در همینجا اشاره به دوستانی ناباب. برای همین در همین دنیا مشیار شو که دوستی ناباب و به ایمان باشد به ایمانی کشالت میکند. دوستی زناگر به زنا کشالت میکند. دوستی دوست به دوست کشالت میکند. دوستی قمارباز به قماربازی کشالت میکند. یا نمی چندین بچه های نمازخون امروز به همین بدا که شیشتن و بدا که دوستی که کردن امروز از ایمان بگانه شدن، از دین بگانه شده. سادیان چندین نمازخوانان هم من میدادم در دوری فعالیت این کاری کجا شدن؟ همش کمتر پول یافت، کمتر مال یافت، پیش چشمش دنیا گیرید. که حضرت مولوی برای غارت دین دام دنیا رنگ ها دارد، مده از دست نیرنگی دین و دیانت را. برای میگه دین ای دست بای دادن، ایمان تای دست بای دادن، دنیا رنگ ها دارد. کنعان بچه ای نوح علیه السلام جورای نابابش از ایمان چیکارش کرد؟ بگانش کرد. دوزنی پیغمبر دوزخی شدگی است، دوزنک. یکیش حضرت نوح، یکیش حضرت لوط علیه السلام که همسرش. خدا نگفت که تو پیغمبر هستی این کافی را که نه میبخش نمیبخشد آوره نشد. تو اولیاء هستیمی، قاضی زاده هستیمی، ملا زاده هستیمی. وقتی که بچه تو زن نماز نخون، طاعت نکرد، عبادت نکرد، نجاتش داده نمیتونستی. پیغمبر موجب بود، دعوت بود نوح، بچهشو نتونست کن. حتی زاره کرد خدا بچم هست ای پشتی کمری من شدگی از خدا جان نجات شده. گفت که نه این از اهل خاندان تو نیست.
چون که زیدی پدر خود کار وزدارید، زیدی پدر خود انشاءالله خدا خود استپاد کرد در بین قوم کافر را. خدام خدا نگهدار که امروز نیز زیدی پدرت استپاد نکرد، زیدی مادر تام استپاد نکرد که دنیا میسوزه. امروز شده سال است در بین قوم ها پدرش داد دارد، مادرش به طرفش داد دارد، مثل همین بدبخت. از خدا بترس انشاءالله. هر یک تر نماز خون، زن نماز خونه، بچت خونه، دخترت خونه، نیویرت خونه، همه نماز خون. ایلا نجات نیست. جنت جای پاکای، جای زیناگرا، عرقخرا و دزدا و قماربازا نیست که به گناهت گویی که من خدا خواهد جنت میرم. نه، امید نکن جنت جای پاکای. کسی که فرمانی خدا پیغمبرش میکنه جای وی جنت، که خلافی وی میکنه جاز محکمه سود الهی حبسخانه دوزخ. یاد نبراد. این همه این چیزها برای ما شما عبرت عزیزانی من. ما نمونه عبرت بگیریم. ما هم به یاد داریم که ما نسبت به بچه های پیغمبر کی هستیم. ما کی هستیم؟ ما شما سوال تخته چی؟ پیغمبر بچه، حضرت آدم بچهش نبخشید کو؟ حابیل قابیل کشت بخشیدش؟ نه، دوزخی شد. حال آدم نبداری خدا خواهد. اگر پیدایش آدم سرچیدگی بود، کسی که سرکش میشه، کسی که ضد خدا و پیغمبر کار میکنه، الله نمیبخشد. ایاد نبران انشاءالله خدا خواهد. بترس از خدا، بترس ای بنده از قهر الهی که ترسان است از او مرغ و ماهی. و یاددار میگد خاطری مردن چی باشد حالمان روزای شماریدن. ولی فقط در قیامت حال چی میشه الله میدونه. بترس میگه بنده قدر الهی، بترس. خدا رحمان رحیمه، لیکن با قهارم جبارم. اگر قهر و غضبش نبگیرد نمیبخشد. ما را نبخشیدنش ممکن. وای در دست خود چه؟ این بخشیش و دیگر وای در دست آفریدگار است. ولی این خدا خواهد بترسه ای بنده از قهر الهی، بترسه خدا خواهد انشاءالله. بلکه چیز بالای ما و شما می آید. وقتی که قوم و جمعیت ما رسوا می شود، پیغمبر اسلام حدیث شد در بالای دو قوم اگر دو کار آشکارا شود منتظر عذاب خدا باشه. پیغمبر یکی زنا، یکیش پرسنت. امروز چیز دادیم پرسنت شده. سوال میشنم من از این نماز خون با چهارم پرسنت واسه روز شب با همون نمازت قبول نیست، نخون نماز. من فتوا میتیم پرسنت تو حلال گفته که دادی کافر میشه. کسی که حرام خدا را حلال میگه، حلال خدا را حرام میگه، حکمش یک است. زنا را ترک خدا خواهد انشاءالله. چی با تلفن داری، چی با انشاءالله زبان داری، چی با گفتگو داری، چی رفته ساده ای، غضب خدا می آید. خدا نگه داره خدا خواهد. عزیزانی من از الله بترسی، هممون فکری آخرت کنیم. این دنیا اندکه، قل متاع الدنیا قلیل و آخرت لمن اتقی میگه. بگو ای محمد متاع دنیا اندکه، 40-50 سال عمر خلاص، یکی دنیا جاویده انشاءالله خدا خواهد. در مدت 40-50 سال ایمان تا دست نده. همیشه ایمان تا کامل که خدا خواهد انشاءالله، طاعت، عبادت و یک آبرو. آخرین زندگانی مردن است، آبروی نزد مولا بردن است. در یک آبرو بره، در بین مردم هم شرمندش نره خدا خواهد انشاءالله. قوم جمعیت از تو نفرت نکنن که گور در روش خیریت مرد نگوان، بلکه آرزو کنن خدا خواهد. مثل شیخ محمد صادق محمد یوسف بین در جنازهش 200,000 شخص اشتراک کرده. از آدم ها را قوم زیاد رفتنش راه را محکم کردن که علاج نیست. بین کی بود؟ شخص معتبر بود، به خدا و پیغمبر خدمت کرد. خدا افتریتش تا قیامت پایدار کرد. الحمدلله. تو هم خدمت کن مثل همین حضرت ها تا قیامت نام جاوید میمونه. هر روز ابوبکر میگیم، هر روز عمر میگیم، هر روز عثمان میگیم، و هم من و توری بنده های، و هم از پدر مادر انسان رویدگی، حتی پیغمبر انسان رویدگی های. لیکن اذیت خدمتش چی شد؟ عمر عادل شد.
ابوبکر صدیق شید، عثمان ذوالنورین شید، علی اسدالله شید. برای چی؟ برای اسلام و الله خدمت کردنش. من تو خلافت خدمت کنیم، همیشه جاوید، همیشه باقی، نام در دفتری تاریخ میموند انشاءالله. خدا خواهد اینجا صحبت به پایان میرسونیم، وقتم شده است انشاءالله. الله سبحانه و تعالی فرصت یاد خدا خواهد انشاءالله. جمعه دیگر یکی پیغمبرای بهترین حضرت صالح علیه السلام که پنجم پیغمبر هستند در تاریخ اسلام انشاءالله، قصه قرآنی است. خدا اگر فرصت یاد انشاءالله. این بسیار قصه نوح دراز بود، من برای شما قصه پرمضمون انشاءالله خدا خواهد میتونیم شما به کتاب‌های تاریخ، میتونیم به قرآن عظیم الشان سوره من هود است، از آیت خدا خواهد انشاءالله تقریبا 35 سر میشد، قریب تا 40 اگر در حق نوح. سوره نوح هست الحمدلله، علاهده یک سوره انشاءالله. تاریخ بسیار خدا خواهد انشاءالله و هم گنجایش نمیتید خدا خواهد موجزه بیان کنیم. میتونیم با کتاب‌های تاریخ مراجعت کنید. من این شیره چیزا گفتم خلاص برای شما خدا خواهد انشاءالله. قصهش دراز است، چقدر واقعاش دیگه در بادرنین. من بعضی ضروریاش برای شما رسوندم. امید میکنیم که همه ما از این عبرت میگیریم و توبه میکنیم و روح به سوی خدا و عبادت الله میاریم که انشاءالله خدا خواهد چی داریم، امید داریم انشاءالله. یک چند